ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان شبکه صدای امید. خوب دوستان عزیز، با شما وعده داده بودیم که این برادر را سنجش میگذرونیم. ساعت را دیدن، باد و هوا را، درد ماشین، درد انسان و چندین مهارت های دیگر را در مثال انشاءالله امروز ما یک سه تا سنجش میگذرونیم. سه چیز سنجش میگذرونیم. کنی میبینیم این برادر خوب میبیند یا اینکه دروغ است. بسیاریا نویسین در زیر کامنتاریا که این جین دارد، بسیاریا جادوگر است، بسیاریا هر خیلی گفتین. باز با از هم پرسان میشویم. خب برای سنجش قاری شمس‌الله را آوردیم تا اینکه این برادر را میخونه. در وقت خواندن انشاءالله که پرسان میشویم از این برادر که ساعت را یا که چیزی که ما پرسان میشویم اگر که درست جواب داد جین ندارد. وقتی جین داشته باشه در وقت خواندن دیدن نمیتونه، جین ها در تنی قرار نمیستن اگر جین داشته باشه. خب این برادر خودش خواست که بیاین بخونین، گفت خیر اگر جین داشته باشین خودتون ببینید. مثال همه چیز در اینجا عیان میشه. شبکه قاری شمس‌الله جان سرکش در زیر همین ویدیو در یوتیوب هم نویسین با نام قاری شمس‌الله. عجب دنیا نامی شبکه‌اش هست. در اومده آبونه شوین و بسیار ثبت های خوب دارد. یک چیز دیگر نگفته نماند، با خدا دادگان بحث مکن زیرا آنها را خدا داده است. مردم ما عجیب مردمی هست. بعضیش اگر یک انسان یک مهارت را نشان داد در حال او را جادوگر، جنورا یا اینکه دیگر چیز میبرونند. فقط در همین چی باوری دارن شما؟ تمام در خداوند قدرت خدا باوری ندارن. اگر در قدرت خدا باوری داشته باشین خداوند میگه که با خدا دادگان بحث مکن زیرا اونها را من میتیم. شما از کجا میدونید که این مهارت خدادادی باشد؟ حاضر معلوم میشه همینجا ده انشاءالله خودتون با چشم خودتون میبینین. قاری جان اول سوال میکنیم پیش آغاز سنجش گپ میزنه، بعدا انشاءالله که شروع میکنیم سنجش رو. انا که قاری جان آدمایی که در زیر کامنتار نویسندگی هستن که وای جین دارد، آیا تو در اینجا چی گفتنی هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرایی که در کامنتار نویسن که این جین داره، این نازمیلا کافره، این جادوگره، از الله بترسن برادرها که خداوند و یا از حسابی که علم ندارن و خدا هر چی میگن. یا وقتی که ما را برادرها میگن این جین بره، یک الهام یا مهارت استعدادی که الله ما را داده. وقتی ما شب قدر پیش رو بودیم، وقتی دعا عبادت کردیم، خواست برای خدا دعا عبادت دعامون خداوند قبول کرد. وقتی که ما هنگامی که در خوابمان رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم دیدیم، یک نورانی زیبا که خدا قرآن کی داد برای که قرآن هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه به صورت شیطان نه به صورت جین میآید. اینا برادرها خودتون میدونین. خب قاری جان بخشش در پیش گپتون شاید که بسیاریا نفهمیده باشن. قاری جان میگوید که وقتی که شب قدر در مثال همین حالتی که رخ داده بود در اون نوار گذشته گفتگی بود، همون بگاه میگه آمده خواب بودم، در خوابم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدگی هستم که یک قرآن را آورده در دست من دادگی هست و من از خواب بیدار شدگی هستم. از همون وقت دیگر همین مهارتایی که در تن من هسته دیگه همین چیزا رو من دیده میتونم همون وقت. البته که هر انسان هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب دیده نمیتواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی که در خواب میبیند اون نشانه های دارد. ما رسول الله را با نشانه هاش میشناسیم چون که ما او را دیدگی نیستیم. خب دوستان عزیز، قاری جان انسان هایی که شما را جادوگر گفتن چی گفتنی هستی؟ بله، اما برادرها هستن که در کامنتار گفتن ما جادوگر فالبین. او برادرها روی به سوادیشان گفتگن اگر که در دلشان ایمان ذره داشته باشن ای الله بترسن که ما برادر وقتی که دین ما را شکنم ما در خدا تا چی عبادت چی دعای نیک چی دعای بد نزد خدا انسانی که مسلمه خدا قبول میکنه. انسانی که ما صغیره ما یتیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یتیمان را دوست میداره و دعاشون اجابت قبول میکنه و آدمایی که و یا از الله بترسن شرم دارن او خوب استغفرالله با خدا کنن. رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم فرمود هر انسانی که پیش جادوگر پیش فالبین میروه با او اعتقاد باور میکنه نانزامیلا و کافره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت امتی من نیست. گفت ما الحمدلله مسلمان مؤمنیم، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم که عمری
کوتاه داریم، لیکن عبادت ما نزد خدا بسیار است. خوب دوستان عزیز، البته کسی که در جادوگر باور میکند او کافر است. کسی که نزد جادوگر میرود او هم کافر است. کسی که جادوگری میکند او هم کافر است. شخص جادوگری کرده میتواند که او حرام باشد، تن حرام داشته باشد، بعد جادو کرده میتواند. این برادر الحمدلله پای با طهارت 5 وقت نمازها را قطعی ما هم میخواند، انشاءالله 5 وقت نمازشون هم میخواند. الحمدلله از علم جن هم با خبر هستیم. ذره هم که باشد میدونیم که جن ها تا کدام اندازه را کاری خوش پیش برده میتواند. این کاری که برادر من دیده ایستاده است، البته جن این کار کرده میتواند. نیکه ما خودمون سنجش میگذرونیم، با حاضر میتونین که تماشا کنین. خب قاری شمس‌الله جان، حاضر بخون. در وقت خواندن خودت ما همین برادر اول ساعت رو میپرسم که ساعت چند شده است. تلفنی که در دست هست مدتی تلفن دستی موده هسته، من نزد کامera میروم، تلفن روش طرف کامera میکنم. خداوند شاهد است که اگر کسی یا همین نشون داده یا چیه یا کسی که همجا فریب کرده، خدا خود شاهده ان شاء الله که خداوند باز همه کار عمل ما با خبره. با کسی ده که معقوله بروزای نزدیک با ان شاء الله اکسپریمنت میگذارم در شنبه و با رفته میبیند. باز بخون 20 دقیقه جون در پیش بخون، جن داشته باشه دیدن نمیتونه. میخونش ما پیش کامera میرم نشون میدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خب قاری جان، ساعت چند شدگی است؟ ساعت با امر پروردگار رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم آیه 15:29 هستش. اینوی الله اکبر. این برادرای عزیز، خب برادرای عزیز، خطون با چشم خطون دیدین. شاید که بعضیا گوید که چرا در وقت آیت خواندن او نگفتی؟ در وقت آیت خواندن این قاری جان من اگر سخن باز میکردم گناهگار میشدم. خب برادرای عزیز، حاضر از برادرمان باد و هوا را میپرسیم که باد و هوا چند از الحال. حاضر میپرسیم اینترنت در اومده باز میبینیم. خب قاری جان، باد و هوا چند است؟ حاضر هوا در تاجیکستان با امر خدا محمد صلی الله علیه و سلم 31 گرادوس پیلوس گرمه ان شاء الله با امر الله. امروز پنجم است. این برادرای عزیز 31 گرادوس گرم است، در حالی که ما این مثال کردیم در سیونکه هستیم. این خود حاضر 31 گرادوس گرم است. اما انسان هایی که در زیر کامنتر یا نوشتن که قاری از تجوید بخبر است
خب با گوش همه شنوا است که وجود در مثال بسیار حرفا را هم نگفته ایستاده است. تجویدش هم مثال به نهایت سست است، یعنی که در زبانش نیامده است. باز با ما خودش میپرسیم که چی میگه در همینجا. خب قاری جان چی گفتنی از همین برادرایی که گفتن که تجوید نمیدوند، از علم تجوید بخبر است؟ و اون برادرها گفته ایستن که الحمدلله ما از علم تجوید بیش باخبریم و این رو منظر گیرن که زبان ما تو طلای بسیار حرفا در پیش میگیرن، هم میپیچه به امن الله. الحمدلله ما میدونیم این تجوید و زبان که تو طلا کی است و حرفا رو نمیبره. سلامت باشه. البته انسان هایی که مسخره میکنند از خدا بترسین. ما امروز ها میبینم بعضی از گمراه ها سگ ها را مانده ایستادند و این برادر را اوصال کرده ایستادند، خر مانده اوصال کرده ایستادند. نکن باوری دارم خداوند دیرگیر و سختگیر است. خدا با بعد مهلت میتید، هر کاری میکنی بکن، فراموش نکن که میمیری. ان شاء الله روزی از روزها در یک مشکلی میزنی که بعداً پشیمان میشوی، دیگر سودی ندارد. تو کیرا مسخره کرده ایستاده ای؟ شخصی را که خدا آفرید، بنده خدا، شکرانه از آن که زبان گویا، دست سالم، پای روا همه جای سالم است، شکرانه از همان کن. آه میکشد ان شاء الله روز از روزها در همه مشکلی میزنید. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که دعای مظلم قبول است هرچند که کافر باشد. کافر هم باشد دعای مظلم قبول است. انا همه فراموش نکنید. خب قاری جان خیلی خود آدم یا بی غره است. خود اینا اومدی و همین حالت ها را دیدی، چی گفتن این در همین حالت ها؟ خوب برادرای عزیز، ولی بعضی برادران میگویند که این دوستی امید است، این با امید برادر است. خیلی خلاصی گپ، بسیار گپ ها میگویند. برادرای عزیز، من در حقیقت اول من این نوا رو تماشا کردم، راستی بار باورم نآمده بود. به همین خاطر امید برادر رو گفتم که من میخواهم از نزدیک در برنامه تون شرکت کنم، زیرا این را با چشم خود بینم. والله قسم این دروغ نیست. این را من وقتی که ساعت را گفت در نزد کامera، این را هم هیچ کس به اون نگفته بود. وقتی که اینترنت را باد هوا را گفت، از اینترنت برادر ماندید، این هم درست بود. خب این ما برای هم دوستمون یک جای آمادگی هستیم که در اینجا یگام چه وجود نداره که همو ببینی. یا جنگلزارای ما برای همین سبب همینجا آمدیم که کو هم برادر شاید در تاو یگم چه میبیند گپ میزند. این اینجا اومدم در این بین جنگلزار بود هوا و مثلا ساعت گپ زیستیم. وقتی خیلی جین داشته باشم ما این برادر را پیش از این هم خوندیم، برده خوندیم، مثلا پیچی نداره خیلی یکم اونم خوندش، این قاری جان هم خوندش. خیلی مردم ما همیده فقط یا چه عقیده داره، فقط جین داره یا جادوگره یا که علم غیب. بسیاری در زیر کامنتر می نویسن که علم غیب، این علم غیب در داخل نمیشوه. ما در ویدیو گذاشتم گفتگیم که با چی سبب علم غیب نیست. از علم غیب به خبر هستین و می نویسن که علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. هر کسی گوید که میدانم از او باور ندار. البته که ما هم میدونیم که علم غیب کسی نمیداند بجز ذات پاک. یگان کس علم غیب نمیداند، حتی این برادر هم نمیداند. ما در اونجا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم و بسیاری گفتن که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مثل حضرت جبرائیل وحی می آورد. البته ما در قبول داریم با امام ابو حنیفه که وحی می آورد، یا اینکه با این قدر اولیاهای خدا کی وحی می آورد، کی می بیارد؟ با این قدر دوستای خدا کی وحی می بیارد؟ ایشه با ما بگید. این قدر پروفسورایی که دکترهایی که در دکتر نشسته و درد میبینن، با اینها کی وحی میارد؟ در ایشان بگید. البته این تجربه میگه وای رفت خواند و وای آموختک. او گفتم که با خدا دادگان بحث مکو، زیر آنها را خدا داده است. خداوند انسانی را که علم هم خیلی میتید، هم خیلی علم خدا داده. علم لدونی برای چی؟ میگه خدا دوست میداره شخصی را که در نمازش دعا میکنه که خدایا به من علم لدونی عطا بفرما. علمی که ناخوانده از جانب خدا. همین برادرم دعا قطع شدگی است. مردم ما در دعا باور ندارد که او کی است که دعای و خدا قبول کرده است. او خدا خودش میدونه کی است، چی است. فهمیدین دوستان عزیز؟ همین سبب
фикр ақидотуно ҳарс набарен. ҳозир мо дар ин се санҷише ки кардем, худтон тамошо кардем. Акнун санҷиши навбатӣ иншоаллоҳ дарди вуҷуди инсон, чандин одамои бегунаро мебиёрем, дарде ки дошта бошад ягон каса намегем, мебиёрад дарди ӯро гап мезанад, агар бо ҳамуҷода мехонаша қориҷон ва боз иншоаллоҳ вай мекунем. Суръати мошинро бо гаё мерем, нишон метиҳем, сиёнка мекунем ки суръатро гап мезанад. худтон бо ба чашми худтон боз ишам мебинем. Боз чандин маҳоратҳои дигар ҳам дора. Қориҷон боз ягон маҳорате дорӣ ки дар ҳамиҷа доз дар пеши камера нишон тии? ما مهارت داریم که بشینم بسیارا شیشته نمیتونم. چگونه میشینی؟ یا نمون چرخوک میشینم که رنگی مانند این خیلی نامی الله بسیار اومد ها از حد زیاد شیشته نمیم موجزه خدا اینا. این شیشته نبینی؟ خوب کسی که بفکرم در کامرا اونقدر ساز توفته شده است. خوش توفته شده است. خوب کسی که اون کسی اگر همین خیلی شیشته توند میتونه خیلی بشینه، شاید که بیساری خیلی بتونن پوشون خوبی باشد. خیلی خوب است این هم انشاءالله. خب قرجان که انترا نبرشین میتونم خیلی وای برادر عزیزی همه قیس نمیره پای ما. نه کنی منو خیلی خوش مجبور نمیشه؟ نمیشه و نبخدو. نمیشه و بخدو نمیشه وانم تمام میاد تمام. پوتوی نبوده ایده؟ نه بخدو. خب شاید که خیلی بسیار انسان‌های مهارت داشته باشن، پاهوی باشه شاید که بشود. خیلی که من نمیشم مثلا خیلی من نتونستم همین چیزا کردم. خیلی شاید که بسیاری بتوند. خیلی بعضی مهارت‌های دیگر دارد که با روزهای نزدیک رو هم بنابر میگیریم و ان شاء الله که با روزهای نزدیک ما قرجان به نزد بابایشون سیراج‌الدین و چندین اشون‌های دیگر و داملایی که درباره جین میخونن میبریم و همین حالت گپ میزنند و در پیش همونها که اونها میبینن چی میگن در همین جا. خداوند دعا میکنیم که فتنه‌گرا را روی عالم نیست بگرداند. انسان‌هایی که گمانی بد دارند خداوند هدایتشون بکند که گمانی بد از زنا دا بدتر است. گمانی بد نکنین، تهمت نکنین در حق یک برادر دیگر. خیلی نختون مهارت‌ها را دیده است. مثلا چیزی که استعداد خدادادی باشه مردم باور نمیکنند، جن شیطان باشه دعوا باور میکنند. او قدرت خدا به پایان است دوستان عزیز. خدا میتواند که این حالت به هر انسان بده. اینا با پیغمبران معجزه‌ها میداد. گفتم که با اولیا کرامات میتیا. برای چی نباشه میتیا؟ یعنی که اولیا پیش خشون هم کار میکنن و استعداد چیز خدا داده به اونها. خب کسی که چی فکری میکنه کردن بگیره، چیزی که میخواد گفتن بگیره، بگذار مورم هر گپای نجوم میگم بگذار گفتن بگیرن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا همین دم میگن، تا همین روز میگن. سگای لعنتی بسیار هستن که تا همین وقت در حق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخنهای ناجور میزنند. ما چی هستیم؟ ما کی هستیم؟ ما یک گرد خاک پای رسول الله نمیشیم، گرد خاک پاش. باور بکنین از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر با خبر باشین بعداً میفهمین چی خوردنتون، چی سخن کردنتون، چی خوابیدنتون، همه چیزی که در همین دنیا هسته بعداً میفهمین که همه برای چیه، باید در دنیا چی کار کرد. یه همه میفهمد. نه که ما امتای نوک زبونی هستیم، با زبان میگیم که ما امت رسول الله هستیم، اما ما ذره پیروی از سنتاش نمیکنیم. عملی که رسول الله میکرد ما ذره او نمیکنیم. مثل یک حیوان هستیم. نه زبانی خوب داریم، دشنا میدهیم، نه فعلی خوب داریم، نه رفتار داریم. به همین سبب اول دعا میکنیم که خداوند مهربان همه ما و شما را بر صراط المستقیم هدایت کند، پیروی قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند. خب قرجان در آخر بهر تماشا بینان چه گفتنی هستی؟ بله در آخر بله همون تماشانا گفتنی هم هست که همون برادرها این ویدیو را در هر جا، در اینستاگرام، در فیسبوک، در یوتیوب، در ایمو و واتساپ همه جا را پهن کنند. حتما پراسمات را زیاد بنا کانال یوتیوب صدای امید آموزش شوند و پراسمات حتما و ان شاء الله ویدیوهای نو پیشه. و در آخر گفتنی هم که در حق برادرایی که غریبن مسافرن در حقشان دعای نیک کنین که خداوند میاره در کسب کارشان برکت، پیش چراغشان شده، دولتشان از شر بیماری نگهبان باشه. الله چی مراد و نیت دارن خداوند نیت‌های بچه‌های غریب برآورده، خواسته آرزوهاشان جامعه عمل گرداند. خدا یار و مددگار. سلامت باشه قاری جان.
ما همیشه محتاج دعا هستیم. ما باید همیشه دعا طلب کنیم. هر مسلمی هسته میتونین از اونها دعا طلب کنین. خدایا رو مددگارت.